سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اومدم برای آموزش جدید. آموزشش اینه که چجوری بدون خرج کردن حتی یک دونه زیپی این اسارد نایف رو بگیریم. حالا باید چجوری این اسارد نایف رو بگیریم؟ ما اول باید بیایم به این بخش و سمت راست سومی ضربه بزنیم. بعدا بیایم به اون بخش. بعد سال 2022 سیزن 3 بعدا من این بخش رو نمیتونم برم به خاطر اینکه این بخش رو تموم کردم، گان کاراکتر گرفتم. بعضی که روی این بخش رفتین اون دکمه زرد رنگ رو فشار بدین و میرین داخل اون بخش. بعدا اون بالا گان مکدن رو اون بالا رو باید کامل کنیم با این کارتا. حالا این کارتا چجوری؟ وقتی به یکی مونده آخری رسیدی همینجوری رفتین جلو، اون یکی مونده آخری اسارد نایف رو به شما میده. حالا باید چجوری این کارتا رو جمع کنیم؟ با بازی کردن، یا باید بتل یا باید مولتیتون رو لجن کنیم و بعد از لجن کردن مولتی یا بتل، بعد از بازی کردن وقتی لجن کردی به شما اون کارتا رو میده. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه.